سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع درس پنجم رو می‌آموزیم که این موضوع بخشیده می‌شود به فرموله‌های برای نصفی کنج. بیایید در اول مفهوم اساسی این موضوع رو همراه دیده براییم. فونکسی تریگونومتری کنج الفا تقسیم 2 رو با واسطه فونکسی تریگونومتری کنج الفا ifade می‌نماییم. در فرمول کوسینوس آرگومنت دوچنده رو با الفا تقسیم 2 عوض می‌کنیم. یعنی کوسینوس الفا برابر کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 مینوس سینوس کوادرات الفا تقسیم 2 که این فرمول یک رو نشان می‌دهد. عینیت اساسی تریگونومتری باشد موافقاً اگر کنج‌های سینوس و کوسینوس یک خیل باشند پس سینوس کوادرات الفا تقسیم 2 جمع کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 به یک برابر می شود. اگر فرمول 1 و 2 را اعضا به اعضا جمع کنیم ما فرمول دیگر را حاصل می کنیم. یعنی 2 کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 این برابر 1 جمع کوسینوس الفا می باشد که شما این فرمول ها را در تخته صنف می بینید. 2 سینوس کوادرات الفا تقسیم 2 باشد با 1 مینوس کوسینوس الفا برابر است. صاحب می شویم از اینجا کوسینوس الفا تقسیم 2 این برابر است به مینوس ریشه کوادراتی از 1 جمع کوسینوس الفا تقسیم 2 سینوس الفا تقسیم 2 باشد برابر است به پلس مینوس ریشه کوادراتی از 1 مینوس کوسینوس الفا تقسیم 2 برابر می شود. عینیت 4 را به عینیت 3 اعضا به اعضا هنگام تقسیم کردن تانگنس کنج الفا تقسیم 2 حاصل می شود که آن موافقاً با فرمول تانگنس الفا تقسیم 2 برابر پلس مینوس ریشه کوادراتی از 1 مینوس الفا تقسیم 1 پلس الفا در تحت ریشه برابر می باشد. در فرمول 3 و 5 علامت پیش از ریشه بوده موافقاً با آن حالتی که در کدام چهاریک کنج الفا تقسیم 2 تمام می شود انتخاب کرده شده است. بیایید این فرمول را همراه باز پرتر در تخته الکترونی نوشته بعد موضوع را مستحکم میکنیم. کوسینوس الفا داده شدن ما کوسینوس الفا را با کوسینوس کنج نصفی آن میتوانیم تبدیل دهیم. یعنی کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 مینوس سینوس کوادرات الفا تقسیم 2 عوض کرده می شود. این است فرمول یکم آرگومنت فونکسی تریگونومتری که آرگومنتش به نصف برابر است. کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 جمع سینوس کوادرات الفا تقسیم 2 باشد این به عدد 1 برابر است که این فرمول دوم به حساب می رود. فرمول سوم باشد ما می توانیم فرمول سوم را چنین نویسیم. کوسینوس الفا تقسیم 2 برابر است با پلس مینوس ریشه کوادراتی از 1 جمع کوسینوس الفا تقسیم 2 موافقاً برابر می شود که این فرمول 3 را در بر میگیرد که علامتی پیش از علامتی ریشه بوده این از چهارک الفا تقسیم 2 گرفته می شود. یعنی سینوس الفا تقسیم 2 باشد موافقاً با پلس مینوس ریشه کوادراتی از 1 مینوس کوسینوس الفا تقسیم 2 نوشته می شود که این فرمول چهارم به حساب می رود. فرمول پنجم باشد موافقاً از روی فرمول زیرین نوشته می شود. یعنی تانگنس الفا تقسیم 2 این برابر می شود با پلس مینوس ریشه کوادراتی از 1 مینوس کوسینوس الفا و تقسیم 1 جمع کوسینوس الفا که این فرمول پنجم فونکسی تریگونومتری آرگومنت نصف تشکیل می دهد. بیایید خوانندگان عزیز این موضوع را با مثال های مشخص مستحکم نماییم. مثال یکم. در شرط مثال یکم چنین آمده است. حساب کنید در اولی سال قیمت ifade سینوس پی تقسیم 8 حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت این ifade ما باید فرمول آرگومنت تریگونومتری نصف را استفاده بریم. یعنی خیلی که از این فرمول معلوم است ما می توانیم سینوس پی تقسیم 8 را از روی کنج پی تقسیم 4 عوض کنیم. از بس که با ما قیمت سینوس پی تقسیم 8 در جدول جای ندارد پس وقتی که با ما یگان چهارک طلب کرده نشده است ما می توانیم سینوس الفا تقسیم 2 برابر ریشه کوادراتی 1 مینوس کوسینوس الفا
تقسیم 2 رو استفاده بریم. از بس که در اینجا با ما پی تقسیم 8 این کنج می باشد که در چورک یکم واقع است. یعنی پی تقسیم 8 از 0 کلان و از پی تقسیم 2 خرد می باشد که در چورک یکم واقع است. پس هنگامی که در چورک یکم واقع بودن علامت پیش از ریشه علامت جمع گرفته می شود. برابر ریشه کواdraتی رو می نویسیم. 1 مینوس کوسینوس پی تقسیم 8 تقسیم 2 رو می نویسیم. پس حساب میکنیم و ریشه کواdraتی از 1 مینوس ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 در اینجا پی تقسیم 8 رو به عدد 2 باید ضرب کرد و در نتیجه کوسینوس پی تقسیم 4 به ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 برابر است که این به عدد 2 تقسیم کرده می شود. موافقاً قیمت آن به عدد 2 مینوس ریشه کواdraتی از 2 تقسیم 2 رو با 2 ضرب کنیم 4 حاصل می شود. پس این برابر است به ریشه کواdraتی از عدد ریشه کواdraتی 2 مینوس ریشه کواdraتی از 2 تقسیم ریشه کواdraتی از عدد 4 به ما عدد 2 حاصل می شود که این نتیجه مثال یکم به حساب می رود. مثال دویم را دیده می برایم. در مثال دویم در شرط مثال دویم باید چنین آمده است: قیمت ifade زیرین به استفاده جدول حساب کرده شود. سینوس 4 3 پی تقسیم 8 مینوس کوسینوس نشان دهنده 4 از 3 پی تقسیم 8. برای حساب کردن قیمت عددی این ifade ما باید این ifade را تبدیل دهیم. برای تبدیل دادن این ifade چنین می نویسیم: سینوس 4 3 پی تقسیم 8 مینوس کوسینوس 4 3 پی تقسیم 8 این موافقاً برابر است به سینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 در کوادرات چنین با فرم ضرب مختصر تبدیل می دهیم مینوس کوسینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 در درجه 2. موافق فرم ضرب مختصر ما این کسر رو این ifade رو به دو ضرب کننده های ساده جدا میکنیم. سینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 مینوس کوسینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 در داخل یک قوس در داخل قوس دیگر باشد سینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 جمع کوسینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 حاصل می شود که این برابر است با موافقاً از بس که ضربشنده دوم از سینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 جمع کوسینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 عبارت است پس نتیجه آن به یک برابر می شود که این موافق عینیت اساسی تریگونومتری حساب کرده شد. فرم دوم باشد سینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 مینوس کوسینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 موافق فرمول ارگومنتش دوچنده ما مینوس را از قوس میبریم می نویسیم کوسینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 مینوس سینوس کوادرات 3 پی تقسیم 8 این موافقاً برابر است به مینوس کوسینوس ارگومنتش نصف عوض می شود 2 ضرب 3 پی تقسیم 8 برابر مینوس کوسینوس هنگام اختصار 2 رو با 4 با 8 اختصار میکنیم کوسینوس 3 پی تقسیم 4 حاصل می شود که قیمت عددی این ifade موافق فونکسیون تریگونومتری با عدد مینوس 3 پی تقسیم 4 برابر مینوس پی تقسیم 4 برابر است که آن با قیمت از با مینوس ضرب کنیم ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 برابر می شود که این نتیجه مثال یکمی به حساب می رود. مثال دیگر را دیده می برایم. در شرط مثال دیگر چنین آمده است: طلب کرده می شود که قیمت ifade زیرین حساب کرده شود. یعنی که می نویسیم مثال دوم در اینجا طلب کرده می شود که قیمت ifade 2 کوسینوس کوادرات پی تقسیم 8 مینوس 1 حساب کرده شود.
موافق فرمول آرگومنتی وقتی که ما در سلاید در بالا گفته گذاشته بودیم ما می توانیم به جای برای حساب کردن قیمت این ifade به جای 2 کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 یعنی که هنگام 2 کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 داده شدن مثال مینوس 1 ما می توانیم با آرگومنت کنج الفا عوض نماییم که موافقاً آن به فرمول کوسینوس الفا برابر است. این فرمول را به نظر گرفته قیمت ifade این مثال را حساب میکنیم. یعنی در اینجا به جای الفا تقسیم 2 پی تقسیم 8 نوشته شده است. پس می نویسیم 2 کوسینوس کوادرات پی تقسیم 8 مینوس 1 این برابر است به کوسینوس در داخل قوس می نویسیم الفا یعنی 2 ضرب پی تقسیم 8 که آن موافقاً برابر است به کوسینوس 2 با 8 اختصار می شود موافقاً 1 و 4 پس کوسینوس پی تقسیم 4 حاصل می شود که کوسینوس پی تقسیم 4 موافقاً به ریشه کوادراتی از 2 تقسیم 2 برابر است که این نتیجه مثال دوم به حساب می رود. مثال سوم را دیده می بریم. در شرط مثال سوم چی آمده است؟ اگر کوسینوس الفا 2 تقسیم 5 که 270 گرادوس خورد از الفا خورد از 360 برابر باشد پس قیمت سینوس الفا تقسیم 2 کوسینوس الفا تقسیم 2 و تانگنس الفا تقسیم 2 حساب کرده شود. این مثال را دیده می بریم. یعنی می نویسیم مثال سوم در مثال سوم چی آمده است؟ کوسینوس الفا برابر است به عدد 2 تقسیم 5 و اینچنین 270 گرادوس خورد از کنج الفا و خورد از کنج 360 گرادوس داده شده است. ما باید قیمت های سینوس الفا تقسیم 2 در اینجا قید میکنیم. سینوس الفا تقسیم 2 کوسینوس الفا تقسیم 2 و اینچنین تانگنس الفا تقسیم 2 رو حساب کنیم. برای حساب کردن قیمت این ifade هایی که به ما داده شده است ما فرمول های آرگومنتش نصف رو استفاده میبریم. خیلی که به ما معلوم است کوسینوس الفا تقسیم 2 یا اینکه سینوس الفا تقسیم 2 در اینجا فرمول رو می نویسیم. یعنی برای سینوس الفا تقسیم 2 رو حساب کردن ما فرمول پلوس مینوس ریشه کوادراتی از 1 مینوس کوسینوس الفا تقسیم 2 رو استفاده میبریم. از بس که 270 گرادوس و خورد از الفا خورد از 360 گرادوس این چارکی سیوم می باشد پس در چارکی سیوم سینوس علامتی منفی دارد موافقاً آن با فرمول مینوس ریشه از 1 مینوس کوسینوس الفا تقسیم 2 رو ifade می نماید. پس این قیمت ها رو به نظر می گیریم و قیمت عددی ifade داده شده رو حساب می کنیم. این موافقاً برابر می شود و ریشه کوادراتی که اون پیش از علامتی ریشه مینوس دارد 1 مینوس کوسینوس در داخل قوس ما می توانیم به جای کوسینوس الفا یک باره قیمتی 2 تقسیم 5 رو گذاریم. یعنی می نویسیم مینوس 2 تقسیم 5 و اینچنین تقسیم عددی 2 این برابر است به مینوس ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 5 تقسیم 2 یا اینکه این برابر است به مینوس ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 5 ضرب 1 تقسیم 2 یا اینکه این برابر می شود به مینوس ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 10 حاصل می شود که این نتیجه این مثال به حساب می رود که در شرط مسئله دوم چنین گفته شده است اگر کوسینوس الفا برابری 2 تقسیم 5 باشد آنگاه قیمتی کوسینوس الفا تقسیم 2 یافته شود. دوم قید میکنیم یعنی در اینجا کوسینوس الفا تقسیم 2 این برابر می شود فرمول را با دیگر رنگ ifade میکنیم پلوس مینوس ریشه کوادراتی
از یک جمع کوسینوس الفا تقسیم 2 که آن موافقاً برابر می شود. از بس که در اینجا کوسینوس الفا در چارک سوم منفی است، پس با علامت منفی آن را عوض میکنیم و یک جمع کوسینوس الفا تقسیم 2 را استفاده میبریم. پس موافق این فرمولا برابر مینوس ریشه کواdraتی از یک جمع و جای کوسینوس الفا قیمت موافق آن 2 تقسیم 5 را میگذاریم. 2 تقسیم 5 تقسیم 2 را حاصل میکنیم که آن موافقاً برابر میشود به ریشه کواdraتی از 7 تقسیم 5 و تقسیم 2 حاصل میشود. این برابر است به مینوس ریشه کواdraتی از 7 تقسیم 5 ضرب 1 تقسیم 2 حاصل می شود که این برابر است به مینوس ریشه کواdraتی از 7 تقسیم 10 برابر می شود. 7 تقسیم 10 برابر می شود. خیلی که به ما معلوم است تانگنس الفا تقسیم 2 اینچنین طلب کرده است. تانگنس الفا تقسیم 2 رو ما می توانیم همچون سینوس الفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس الفا تقسیم 2 اجرا نمویم. خیلی که معلوم است تانگنس الفا در چارک سوم علامتش مثبت می باشد. پس سینوس الفا تقسیم 2 قیمت جدید آن به مینوس ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 10 عبارت است که آن را با کوسینوس ریشه کواdraتی از 10 و کوسینوس الفا باشد و ریشه کواdraتی از 7 تقسیم ریشه کواdraتی از 10 برابر است که آن موافقاً به مینوس ریشه کواdraتی از 3 تقسیم ریشه کواdraتی از 10 ضرب ریشه کواdraتی از 10 تقسیم ریشه کواdraتی از عدد 7 برابر است. پس ریشه کواdraتی از 10 را هنگام اختصار کردن ما عدد مینوس ریشه کواdraتی از عدد 3 تقسیم 7 را حاصل میکنیم. مینوس ریشه کواdraتی از 3 تقسیم ریشه کواdraتی از 7 را حاصل میکنیم که این جواب این مثال به حساب میرود. مثال دیگر را دیده میبریم. در شرط مثال دیگر چنین آمده است. طلب کرده میشود که قیمت ifade زیرین ساده کرده شود. شرط مثال چنین است: 1 مینوس کوسینوس الفا تقسیم سینوس الفا. برای ساده کردن قیمت این ifade ما فرمول های ارگومنتش نصف را استفاده میبریم. حال می نویسیم موافقاً 1 مینوس کوسینوس الفا تقسیم سینوس الفا این برابر است به جای 1 ما می توانیم سینوس کوادرات الفا تقسیم 2 جمع کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 را گذاریم مینوس کوسینوس الفا باشد موافقاً با کوسینوس کوادرات الفا تقسیم 2 مینوس را به مینوس ضرب کنیم علامت جمع حاصل می شود و سینوس کوادرات الفا تقسیم 2 برابر است. آن را تقسیم میکنیم موافقاً به سینوس الفا را به 2 سینوس الفا تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا تقسیم 2 نوشته ممکن است. پس هنگام ساده کردن یا اینکه اختصار نمودن جمع شونده ها که آنها با علامت های گوناگون نوشته شدند ما ifade 2 سینوس کوادرات الفا تقسیم 2 تقسیم 2 سینوس الفا تقسیم 2 ضرب کوسینوس الفا تقسیم 2 رو حاصل میکنیم که آن برابر است به ساده میکنیم اختصار میکنیم و در نتیجه سینوس الفا تقسیم 2 تقسیم کوسینوس الفا تقسیم 2 حاصل می شود که آن موافقاً به تانگنس الفا تقسیم 2 برابر است. پس نتیجه این ifade با تانگنس الفا تقسیم 2 برابر می شود که این مثال چهارم به حساب می رود. مثال پنجم را دیده می براییم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است: عینیت را اثبات کنید و در زیر عینیت زیرین آورده شده است. طلب کرده می شود که عینیت زیرین اثبات کرده شود. سینوس 30 گرادوس ضرب کوسینوس 30 گرادوس این برابر است به ریشه کوادراتی از 3 تقسیم 4. برای اثبات کردن این ifade ما می توانیم دو طرز را استفاده بریم که یکی این طرز ها چنینند. قید میکنیم حال طرز یکم می نویسیم طرز
Якум. حساب کردن قیمت این ifade از جدول بعض قیمت‌های فونکسیون تریگونومتری قیمت‌های سینوس و کوسینوس رو موافقاً چنین می‌نویسیم. سینوس 30 گرادوس برابر است به 1 تقسیم 2 ضرب کوسینوس پی تقسیم 30 گرادوس باشد بر ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2 برابر است که این بر ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 4 برابر است که این طرز خیلی خوبی حل این مثال یا اینکه اثبات عینیت به حساب می رود. بیایید طرز 2 رو استفاده میبریم که طرز 2 موضوع امروزه رو در بر میگیرد. یعنی ارگومنت فونکسیون ارگومنتش نیست یا اینکه دوچنده رو ما میتونیم استفاده بریم. پس سینوس 30 گرادوس ضرب کوسینوس 30 گرادوس رو چنین نوشته ممکن است. از بس که در اینجا ارگومنت دوچند جای ندارد پس 2 رو در کوفیشینت می نویسیم و 2 رو تقسیم میکنیم. در نتیجه حاصل میکنیم سینوس 2 ضرب 30 گرادوس تقسیم 2 یا اینکه این برابر است به سینوس 60 گرادوس تقسیم 2. سینوس 60 گرادوس موافقاً قیمت عددی اون به ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2 برابر است که اون را هنگامی به عدد 2 تقسیم کردن حاصل میکنیم. تقسیم 2 این برابر است به ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2 ضرب 1 تقسیم 2 این به ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 4 برابر است که این ifade نیز اثبات کرده شد. خوانندگان عزیز این بود موضوع امروزی ما که همراه شما ما پر این موضوع را دیده برآمدیم. برای مستحکم کردن این موضوع به شما یک چند مثال ها برای کار مستقلانه پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.